جنگ میان پاکستان و هند دوباره شعله‌ور شده. مرزهای کشمیر شب گذشته به صحنه نبردی خونین تبدیل شد و حالا دنیا با نگرانی به این منطقه بحران زده چشم دوخته است. گزارش ها حاکی از آن است که درگیری های شدید باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر شده است. تانک ها به سوی خطوط مقدم حرکت می کنند. توپخانه ها در حال شلیک اند و خانه های مردم بیگناه زیر آتش نابود می شوند. هند رسما اعلام کرده که حملات پاکستان را به پاسخ نخواهد گذاشت. در مقابل پاکستان هشدار داده که آماده پاسخ کوبنده است و هر حمله ای را با شدت چند برابر جواب خواهد داد. تصاویر محاوره‌ای که به تازگی منتشر شده آرایش گسترده نظامی را در دو سوی مرز نشان می دهد. موشک‌های بالستیک آماده پرتاب، جنگنده ها در حالت آماده باش و هزاران سرباز در خط مقدم مستقر شده اند. همه چیز بوی یک جنگ تمام عیار را می دهد. کارشناسان می گویند کوچکترین اشتباه می تواند جرقه یک جنگ بزرگ را بزند. جنگی که ممکن است سلاح‌های هسته‌ای هم در آن به کار گرفته شوند و اگر این اتفاق بیفتد فاجعه فراتر از تصور در انتظار منطقه خواهد بود. جامعه جهانی به وحشت افتاد. سازمان ملل، آمریکا، چین و روسیه تلاش دارند آتش بحران را خاموش کنند، اما آیا این تلاش ها کافی خواهد بود؟ مردم هند و پاکستان با ترس به آینده نگاه می کنند. همه می پرسند آیا این دو کشور از لبه پرتگاه عقب خواهد رفت یا منطقه وارد یکی از تاریک‌ترین دوران‌های تاریخ خود می شود؟ منتظر اخبار داغ بعدی باشید.